के नामा फरीद बलोचान शहरस्तान सरावर उम्मीद करना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दोस्ताना सेहत व सलामत बकन वेश गुना सख्ती व सूरी मगिंदन दोस्तान मोहतरम बना बदरखास्त दोस्तान ما در مورد ساز کردن سروز با نرم افزار داتیونر قبلا توضیح داده ولی مثل این که بعض از دوستان هنگت این مطلب پناهیان جا نکبتا که چونکا گوتی سروزا گو این نرم افزار ساز کنه دوستان بزرگوار اولین عرض کو سروز حسو یک ساز ذهنی سازی من خب الان دنیا پیشرفت کرد و ما هم بنا بر حسب نیاز وطن نیاز هست سری نرم افزار کار کرد و سروز این تیب و ساز و استادا دریاو ملا چند نقطه سروز هست اگر این نکات رعایت مبند قطعا سروز شما سازن خب اولی چیز سروز سیمتار کنگو اگر این سیم شما ازدان بندید تا این تاج اندازه این تاج تقریبا از تاج 3 انگشت یعنی از این جاگه که تقریبا سرودو 3 انگشت یا 4 انگشت سیم شما نباید درازتر بود اگر سیم شما درازتر بود شما ایده بس از سرود سازی ریاره پس این سیمانه درست بندگ این خروک نادک سر سروز سر جای بو خروک عرض این کرد هر سروز یا خروکی و پس سروزا یک خروکی نواره یک توی خروکی و یک جهلین خروکی و پس تنظیم هم گفت این گوشه خروک باید گو ایده برابر بو این دنبی ایده گونه داروک یعنی دوین داران کجای بین هم شام و این کروادین تیر بود خب وقتی که از سیمتار ما مطمئن بودیم از خروک مطمئن بودیم نو چون کنیم سرود سازه کنیم الان ما سرود دقیقا پچره چیم و گوشی سازه کنیم الان سیم اول مایو هنچو که ارزن کو سر جیو یعنی مادامی که ما سیم جنی آیا ای پک ثابت بوسه این زمانی که خبر کنی آئی چه و توی صدایان پارازی دور ده بل خوب اگر که سیم ما ساز بود و اطراف هم ساکت ببو دقیق سازه کن بس سیم دوم ما ٹیپ پس چه زل ما بود سر جی زبان ما بود سر اف البته اگه بالای جنه اگه جال جنه شیز سر اف کنه زلا टिप सर सी कने नो याम बाम ए बाम हम अर्जन को गुट्टी पाम साजबो बल नेस पे टिप साजबो अगर एक ज़हनी बकाशेत शायद वक्त चेगो زيل إذا جو टिप إذا ما بام سه صدای که ذهن آدم بکشید اسی موت آدم راهنمایی کنه روت هم گو زیل هم ساز بود زیل و روت هم ساز منو یعنی لابسیم اول الان لابسیم اول ما عرض کو چه ب لابسیم دوم آ لابسیم سوم جی قصه میکی همسازو لابسیم چهارم اپ لابسیم پنجم ای لابسیم ششم سی پینگوک هم گو اولی که لابسیم این هم سازو بسیم اول هم سازو نو اگر یا تو شما سروز ساز کرد این حروفان سابز نبوده مثل ایده ثابت نبوده یا کمو که حروفان رنگش زرد بود این موقع بدانه که سروز شما هنگاه ساز نزورده یعنی سروز شما هنگاه ساز نزورده
پدا یک نکات دیگه هست زمانی که شما سروز لابسیمان سازه کنه وقتی که نادیتی هیچ زمان لابسیمان پاچ مریچی لابسیم شما کجک ساز و همود بیلی فقط این ٹیپ یک کم جال کنه بخاطر ایشی که ٹیپ بالا دو اگر وقت هوا نام ببود سر پوست فشار یاره دیگه نه زیل جال کنید نه ایدگه سیمان بیلی نو زمانی که سرود شما همیشه سازو وشتر ساز زورید بهتر ساز زورید و مادام که شما پیتش سازی کنید دقیق شما سرود ساز بود نو الان ما سرود ساز کرد یک صدای دن سنتوری نو بعد از که شما تمرین کنه ای حروف خود به خود ذهن شما اینندند یعنی همی ساز کنک با کمک این نرم افزار ذهن شما اینندند بلگر یا تو شما سروز گفتی ساز نبود غیر ممکنه سروز ساز نبود سروز ساز بود دقیق هم ساز بود بله به شرطی که انچو که توضیح ده شما سروز باید برابر بود خروک باید سر جای وط بود سیمان باید درست ببین اضاف مبین سیم تو هر چی بالاتر کنه سازی داره حد استاندارد از ده که انتهای سروزو که شما مثلا اول سروزو یک کف دست سیم شما برو بالا نباید گشتر برو بالا نهایتی نو ایده که شما یه بندید دیگه سروز پیچان کوک کنید وشتر سیمان سر خرو کننده وشتر خروک سر پوسننده و وشتر سروز شما جواب بدن